پس حسین بن علی به 3 دلیل کشته شد. نمبر 1 بیشوری مردم. فکر میکنن که مسلمونن، یه مشکا فکر میکنن که خدا رو پیدا کردن. یعنی چی؟ پس دلیل اول این که حسین کشته شد به خاطر باباش کشته شد. یزید، علی ابن ابی طالب پدر هر کی بود بچه‌ش می‌کشتن. یعنی اگر علی ابن ابی طالب الان بیاری بشه پدر من، همه زبانه می‌کشن. فرقش چی بود؟ برای اینکه علی ابن ابی طالب محمد ابن عبدالله میگه من طرف خدا هر چی بگه. عیسی میگفت من اگه میبینید من تنها کاری که میتونم که مثلا مرده زندگی میکنم، بیماری‌ها رو شفا میدم. علی از همه رد کرده بود. تمام کتاباش و مطالبش همیشه از صبح تا شب میگفتش که من خالق آسمان و زمینم، مقسم بهشت و جهنم منم. اصلا اینقدر گفت منم تو کتاباش که مردم اون دوره میگفتن آقا دیگه بس دیگه. یعنی محمد هم الکی بوده، خدا الکی، فقط تویی مقسم بهشت تویی جهنم. کتاب‌های نهج البلاغه رو بخونی میفهمی که حکم قتل حسین بن علی رو باباش داد. باباش 2 تا کار کرد. یکی این که این حرفا رو زد، حرفای بسیار خطرناک، و بچهش تو جامعه امنیت نداشت. دومین کاری که کرد اینه که تو هر خانواده‌ای 2 نفر کشته بود. یعنی هر خانواده عرب رو صدا می‌کردی یا اینا رو می‌کردی زرتشتی یکی کشته بودی. خودش همه دشمنش بودن. پس یکی از مشکلات حسین برای اینکه کشتش خود باباش بود و خریت مردم. یعنی مردم دیگه هیچ باوری به علی ابن ابی طالب واقعا نداشتن. یعنی اعتقاد داشتن که علی ابن ابی طالب الکی حرفایی میزنه و چیزا و همش میگه نمیدونم فلان اینا. پس رفتار پدر موجب شد که بچه کشته شه. وقتی که یزید گفت این کافر امضا کنید، همه امضا کردن. وقتی یزید گفت این کافر امضا کنید، همه امضا کردن، چون مغزا آماده بود، روحیه آماده بود، همه قبول داشتن. بله. ایشون خیلی حرفای عجیب میزنه. خالق آسمان ها و زمان تویی. قبول داشتن. اگه مردم قبول نشون نمیشه بکشی یزید. رو نبی حسین، نبی رسول الله اصلا معروف بود. اصلا خود محمد رضا بخاطر این نکشتن 30 دفعه گفته بود، رو پاش شونده بود، هی بغلش کرده بود، هی گفتن این کیه؟ همه گفتن نبی شماست. این هر کی با این دشمنه کیه؟ هر کی با این دشمنه بی‌ناموسه. همه میگفتن و همه کشتنش. دومین مشکل حسین بن علی این بود که عشق یزید رو گرفته بود ازش. و سومین مشکل حسین بن علی این بود که یزید کشتش، چون حسین داشت میرفت به سمت ایران و وزرا و باهوش‌های حکومت یزید گفتن اگر این پاش به ایران برسه، به ایرانی‌ها حرف بزنه و ایرانی‌ها بفهمن که این خانومه دختری یزدگرده، قیام میشه. ایرانی‌ها چون الان با عربا لجن، جنگ شده و ایران تصرف شده فلان حرفا، میتونه این 300,000 تا 500,000 تا لشکر تولید میکنه، میاد میزنه خار مادرت یزید سرویس میکنه. که بعدها توسط مختار همین اتفاق افتاد. این مختار اینا یه جوری حرف میزنن که مختار رفت اونجا اینجوری کرد. مختار چجوری اینجوری کرد؟ نه، مختار با یک جمله رژیم معاویه رو عوض کرد. چه جمله‌ای؟ جمله‌ش این بود که میرفت به مردم ایرانی‌ها، اولا تو زندان که بود، ایرانی‌ها زندانی بودن دیگه، به اونها و به مردم ایران میگفتش آقا میدونید حسین کیه؟ سجاد کیه؟ میگفتن نه. میگفتن سجاد پسر حسینه. میگفت نه، فقط پسر حسین بن علی نیست که، این پسر بیبی شهبانو یزدگرد سوم، شاهزاده از این. یعنی با همین کلک شاهزاده که درست هم میگفت، دروغ نمیگفت، با همین پیام ایرانی‌ها رو قیام داد. مختار این رژیم عوض کرد.